ولی ای دولتش هیچی دل خوشی که نداریم، ولی مولای عبدالحمید ای ملتش کلنش یعنی 7000 نفر و بالا داخل اردوگاه داشتن. اما روزی که ما رفتیم یه روز تا زوره بیرون اردوگاه بدیم مردم ها غذا آورد برای فروش. ملتش چند وقت یک ساعت بعد خبر شد کامل یعنی ماشینا را وسایلی که خوردنی داشتن گفت آقا یا آتش میزنیم یا دیگه شما برین، ما این مفتی و مردم ما مفتی میاریم توضیح میکنیم. از سر اردوگاه داشت پخش میکرد چی را نمیذاشت، دولت نمیذاشت. آمدنی را با بستنی ای بالا پرد میکرد با بستش، نان ای زیر در اردوگاه میفرستاد داخل. آخر نذاشتن، زدن در نزدیک داشت بشکنن، در باز کردن این بلوچا خودشان واقعا من دستشان هم در نکنه، در با زور خودشان باز کرد بردن داخل. یعنی 7000 نفر داخل اردوگاه بود. کلا 7000 نفر آمدنی داده ایشون، گرجه میاد، پنیر میاد، تونیمایی میاد، فقط میاد پخش میکرد میرفتن. همه چیز بهشون آورد، همه چیز ایشان آورد. فقط گفتن ما مولای عبدالحمید دستور داده هر چی بخواین دیتا میاد، هر چی بخواین دیتا ما تایه میکنیم. دیگه ما خودم شخصا گلونم چیم دست ما میدادن، ما پخش میکردم. مردم پخش برای مردم افغان خود ما. بله کسایی که در داخل اردوگاه بودن. بله کسایی که در داخل اردوگاه بودن و اونایی که زور داشتن، قدرت داشتن، دمی در می اومدن میگرفتن. نه او تو نشد، بعد بردن ماشینا را زدن همی در اردوگاه را با چی زدن، گفت اینا مذهب ماست، اینا سنی هستن، آقا باید ما بریم داخل. ولی دولتش نمیذاشت، با سربازاش با دیگاش جنگ و جنجال هم کردن، رفتن داخل بردن وسایلشون هم برد داخل. طوری بچه ها بود، بچه کوچکای اندازه اینا 1 سال 2 سال ضعف بدن، گشنه بدن، تشنه بدن دیگه. یعنی کلی را فکر کو احساسی ما که شب روز اونجا بدن، ما اون چیزی که خونم میخوردم بیشتر ایو بر مفت رایگان برای ما آوردن. مگرم دولت ایرانی کار نمیکرد. دولت ایران نه فقط ملت بلوچ. دیگه ملت پارسش نه، فقت ملت بلوچ. دولتش فقط 4 میلیون تومان، اینا 4 میلیون و 200 اینا هم گرفته. نگاه اینا میبینی 3.5 سال راه کردیم ما، 3 ساعت و نیم 4 و 200 بهی دادیم. 4 میلیون و 200 تنها اینو دادیم. فرمش تمام چیزش هم داریم. ما رو تا 15 وقت داده بود، وقت تا 15 برج 4 وقت داده، ما تا 13 آقا